قدیمی ترین نشان از آبجو گودین تپه 4000 سال پیش از میلاد در ایران. قدیمی ترین شواهد شیمیایی به دست آمده از ساخت آبجو متعلق به حدود 3100 تا 3500 سال پیش از میلاد در گودین تپه ایران است. گودین تپه در شهر تاریخی کنگاور که بنایی عظیم همچون معبد آناهیتا دارد بر غنای تاریخی، فرهنگی و توریستی این شهر افزوده است و هر ساله علاقمندان بسیاری به تاریخ و تمدن ایران زمین از این منطقه بازدید می کنند. گودین تپه و تپه گیان در شهرستان نهاوند از اولین سکونتگاه‌های مادها پس از ساکن شدن در فلات ایران می باشند. این مکان در سال 1961 کشف و در 1965 و دهه 70 میلادی توسط یک هیئت تحقیقاتی آمریکایی به ریاست کایلر یانگ مورد کاوش قرار گرفت. چینی‌ها 9000 سال قبل الکل و ایرانیان 5500 سال پیش آبجو و شراب تولید می‌کردند.